با نام یاد خدا سری ویدیوهای آموزشی فروشگاه ساز گنجینه سایت ساز رو در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم از اینکه فروشگاه ساز گنجینه سایت ساز رو برای راه اندازی سایت فروشگاهی خودتون انتخاب کردیم. امیدوارم که این سری ویدیوها بتونه به شما کمک بکنه تا از تمامی امکانات نرم افزار فروشگاه ساز گنجینه سایت ساز نسخه 4 بهره کافی رو ببرید. خب در این ویدیو سعی می‌کنیم بیشتر به معرفی خود نرم افزار فروشگاه ساز بپردازیم و اینکه چه قسمت هایی داره، یه سری تعاریف رو با هم دیگه داشته باشیم و اینکه چطور میتونیم با این سیستم کار بکنیم. یه توضیح کوچیکی لازم هست در ابتدای کار داده بشه و اینکه اگر میخواین که سایت فروشگاه خودتون رو آغاز بکنید، بهتر هست که قبل از اون با ساختار انجین اصلی فروشگاه ساز که همون سایت ساز هست هم آشنایی پیدا بکنید. برای این کار میتونید راهنماهای تصویری سایت ساز رو هم قبل از این مشاهده بکنید، ولی خب ما سعی میکنیم یه قسمت هایی که لازم هست رو باز هم در این ویدیوها تکرار بکنیم. در این سری ویدیوها ما قصد داریم که یک فروشگاه رو از ابتدا شروع بکنیم به طراحی تا به انتها و تمامی قسمت های اون رو، هم قسمت های مدیریت اون رو برای شما نشون بدیم که چجوری باید باشون کار بکنیم و حالت سناریویی باشه و بتونیم کل یک فروشگاه رو ایجاد بکنیم و همینطور در انتها اینکه یک کاربر شما روی سایت شما چه قسمت‌هایی رو می‌بینه، چجوری میتونه با اون کار بکنه، با فضای کاربریش چجوری میتونه کار بکنه، چه قسمت‌هایی اونجا داره، همه این قسمت‌ها رو با هم دیگه پیش میریم. خب اولین کاری که باید در سیستم انجام بدیم اینه که به سیستم وارد بشیم و به صورت ادمین وارد سیستم بشیم. برای این کار قسمت ورود به سیستم رو کلیک میکنیم، نام کاربری خودمون رو وارد میکنیم، رمزی که در اختیار شما دادن رو باید وارد بکنیم در این قسمت. این رمز رو ذخیره میکنم که داشته باشم. البته سلیقه‌ای هست، میتونید ذخیره بکنید، میتونید ذخیره نکنید. خب ما به برنامه سایت ساز لاگین کردیم. میتونیم از قسمت مدیریت به پنل مدیریت وارد بشیم. خب ما در نرم افزار سایت ساز که در واقع بیس اصلی فروشگاه سایت شما هست، دو قسمت کلی داریم. این قسمت رو، این صفحه رو که الان مشاهده میکنین در واقع پنل مدیریتی هست. قسمت رو ما پنل مدیریتی میگیم. هر کدوم از این برگ نشان ها رو در واقع ما که میبینید برگ نشان فروشگاه ساز الان برای شما باز هست رو در واقع اسمش رو پن میگیم و یه سری قسمت ها هستن که به صورت گزارشی هستن. این قسمت ها هم به اسم پن کانتنت ما توی ویدیوها به اون میپردازیم. قسمتی که شما روی سایت میبینین و در واقع قسمتی هست که کاربران شما روی سایت مشاهده میکنن رو ما معمولا سمت کاربر بهش میگیم. در واقع اینجا رو سمت کاربر و این طرف رو سمت مدیریت یا ادمین میگیم. در ویدیوهای بعدی ما در واقع میخوایم بیایم از مدیریت فروشگاه ساز شروع بکنیم و قسمت‌های مختلف اون رو با هم دیگه پیش بریم. توصیه‌ای که میشه این هست که حتما ویدیوهای ما رو پشت سر هم دیگه طی بکنید، چون که مراحل رو که ما به شما میگیم مطمئناً بهترین و ساده‌ترین روش برای ایجاد فروشگاه شماست. اگر که طبق این روش هایی که ما میگیم پیش نریم و مراحل رو پس و پیش بریم، ممکن است که باز هم به همون مقصد برسیم، ولی احتمال این که
اشتباه به وجود بیاد یا قسمت هایی با هم دیگه تداخل داشته باشه یا دوباره کاری داشته باشین یا تایم خودتون رو زیاد از دست بدین، خب خیلی بیشتر میشه. پس توصیه ما این هست که ویدیوهای ما رو پشت سر هم دیگه تماشا بکنین و به همون ترتیب پیش برید. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. در ویدیوهای بعدی در خدمت شما هستیم.